من شاید نتونستم گرگا رو بکشم، ولی روباهای زیادی رو شکار کردم. برنده 4 سیمرغ بلورین از 31مین جشنواره فیلم فجر. داستان این فیلم درباره یک واقعه مهم تاریخی است که کمتر درباره‌اش شنیده‌ایم. بعد از جنگ جهانی دوم رؤسای 3 کشور آمریکا، انگلیس و شوروی برای مذاکره به تهران آمدند. تو این نشست مقرر شد 3 کشور جهت استفاده از راهن و تأسیسات حمل و نقل در ایران و همینطور استفاده از قله و آذوقه در زمان اشغال خساراتی رو به ما پرداخت کنند. تو این کنفرانس دولت شوروی موظف شد 60% از بدهیش رو در قالب 11 تن و 196 کیلو و 703 گرم طلا، اونم طلای خالص به صورت شمش و 40% باقی مانده‌ش هم به صورت دلار آمریکا به بانک ملی ایران واریز کنه. اما هیچ کدوم از این کشورها تا این لحظه خسارتی رو به ما پرداخت نکرد. و حضرت عالی بنده رو حضار فرمودید که به عنوان نماینده دولت برای استرداد اون طلاها به کشور شوراها بره. استرداد طبق نظر اعلی حضرت انجام میشه. این حکم مأموریته. باید بری مسکو خیلی سرده. رجب افغانستانه. طلاها رو تمام و کمال تحویل میگیری برمیگردی ایران. 11 تن طلا رو چجوری میخوای به ایران منتقل کنی؟ بالاخره پای قرامت جنگ جهانی در بیاد. 11 تن طلای خالص خیلی ها رو به جورت. میخوایم طلاها رو بار قطار کنیم. خیلی خوبه. به نظرم عیارش واقعیه. تو اگه سهمی از این طلا داشتی باید چیکار میکردی؟ یه نصیحتی بهت میکنم سره. به هیچ کس اطمینان نکن. من میگه تو دنیا فقط به تنها کسی که اعتماد دارم توی غزل. صدفان خوشگل ما. بهت گفتم خفه شو. داری با دم شیر بازی میکنی. نمیخوام پام به این ماجرا کشیده بشه. دخترای زیبا مثل گربه میمونه. یه مطمئن شدم چشم خیلی دنبال اون طلا که ما در دولت و شش ما در ارتش همه سربازای اعلیحضرت هستیم. چون جز حرف مفتن تا برای مردم چی داشتیم؟ گندش در نمیده تیربارونش کن. بله قربان. تیربارونش کن. نگوسته بینم. چی گفتی الان؟ استرداد. منم یواش یواش دارم شک میکنم. بکنم حق با توه. یه تلس. حمید فرخ‌نژاد برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد. منو که میشناسی. فرهاد قائمیان. تو یه شانس خیلی بزرگ داری صدفا. چطور؟ خیلی چیزا رو نمیدونی. آلیسا کاچر، صالح میرزا آقایی، سیاوش چراغی پور، بهنام تشکر، شیرین یزدان بخش، علی روینتن، احمد نجفی، علی رامز، ایرج رامینفر. کارگردان علی غفاری، تهیه کننده محسن علی اکبری. اگه اینطوره پس طلاها پیش کی؟ جواب این سوال فقط یه نفر میدونه. کی؟ استرداد برنده سیمرغ بهترین فیلم از جشنواره فیلم فجر. محصول بنیاد سینمایی فارابی. پخش از نسیم صبا.